بهترین روش درمان برای این جایجوش‌های خیلی عمیقی که می‌بینید روش میکرونیدلینگه. میخوایم با هم دیگه یک پروسه کامل درمان توی یک جلسه رو ببینیم. در آینده میخوایم 4-5 جلسه این کار رو انجام بدیم با همین مدل که نتیجه فوق‌العاده کوکتل CTS ژنوسیس رو با هم دیگه ببینیم. قبل از هر کاری ما باید پوست رو پاکسازی بکنیم. چون پوست هنوز آکنه‌های فعال هم داره، ما نمیتونیم از میکرودرم استفاده بکنیم به خاطر اینکه ممکنه جوش‌ها رو پخش بکنه. پس میایم از فوم شستشوی ژنوسیس استفاده میکنیم تا پوست کامل پاکسازی بشه، بعد ما بخوایم نیدلینگ انجام بدیم. این خیلی مرحله مهمیه که خیلی‌ها رعایت نمیکنن. میخوام از گامی رولر استفاده بکنم که قشنگ هم پوستشو ماساژ بدیم، هم پاکسازی بهتری داشته باشیم. به این صورت ماساژ میدیم، میبینید پوستو چجوری میکشه. بعد از این میتونیم یه دورم با دستمون ماساژ بدیم. SNO2 همونطور که از اسمش مشخصه میاد اکسیژن تراپی هم میکنه. هر چند باری که ما پوست رو ماساژ میدیم باز به همون صورت کف میکنه. یعنی میتونیم چند بار قشنگ پوست رو ماساژ بدیم. خب همینطوری که میبینید چقدر پاکسازی قوی داشتیم فوم ژنوسیس، قشنگ رنگ پوستشون تغییر کرد. چقدر خوب که ما پاکسازی بکنیم بعد نیدلینگ بکنیم، وگرنه تمام اون آلودگی‌هایی که رو صورتش بود وارد پوستش میشد بعد از نیدلینگ. 1 میل کوکتل برای یک صورت کافیه. کوکتل ژنوسیس کوکتل بسیار بسیار غلیظیه، برای همین انقدر دیر سرنگو پر میکنه. همینطوری که میبینید 2 میل کوکتله، ولی در اصل توی برندهای دیگه همین میزان ترکیبات رو 10 میل کوکتل میکنن. برای همین خاصیت CTS خیلی خیلی بالاتر از بقیه کوکتل هست، یعنی همون ژنوسیس منظورم هست. برای پوست ایشون ما رو 1 تا 1.5 میتونیم این ناحیه رو کار بکنیم، ولی من بازم روی 1 میذارم که عمیق‌تر کار نکنه. قطره قطره کوکتل ها رو میریزیم روی ناحیه که میخوایم کار کنیم، بعد شروع میکنیم به صورت دورانی کار کردن. سرنگمون بالا نگه دارین که اگر قطره اضافه‌ای ریخت بریزه همون ناحیه که میخواین کار کنین، چون معمولا یه بار که فشار میدین باز همینطوری که میبینید یه قطره اون بالا مونده. حواستون باشه رو نواحی که آکنه دارن، آکنه فعال دارن، نباید کار بکنید نیدلینگو. خب بعد از نیدلینگ یه ذره دیگه کوکتل میریزم. این نواحی هم که میبینید چون چاله خیلی عمیقی داشت، من چند ثانیه نگه داشتم. دستو به این صورت روی دستگاه میگیریم، شروع میکنیم ماساژ دادن که باقی مونده کوکتل هم جذب سلول های پوست بشه. بعد از جذب کامل کوکتل از سرم تیتری های لایف استفاده میکنید. این نواحی هم که نیدلینگ نشده رو هم سرم های لایف چون خیلی هیپوآلرژیکه میتونید بعد از نیدل استفاده بکنید. بقیه سرم ها رو به هیچ عنوان نباید استفاده بکنید. برای جذب سرم هم از اولتراسونیک میتونیم استفاده بکنیم، خیلی آروم چون نواحی نیدلینگ شده. یکی از بهترین ماسک‌های ترمیم کننده رو هم براش استفاده میکنیم، ماسک اپیدرم پلاس. ماسک اپیدرم پلاس هم 20 دقیقه رو صورتشون بمونه. باز هم اگر خواستید پکیجتون کاملتر باشه LED قرمز و آبی هم براشون استفاده بکنید و در انتها یه پکیج آرتیکو بلنگ بهشون بدید. حتما روتین پوستیشون رو در طول روز رعایت